از سرگیری حملات مقاومتگران بر طالبان، نیروهای جبهه مقاومت بر طالبان در پنجشیر حمله کردند. ادامه روند انتقال افغانها به کانادا. بیش از 300 شهروند افغانستان از اسلام آباد به کانادا منتقل شدند. پیروزی جمهوری خواهان در برابر دموکرات ها. جمهوری خواهان با اکثریت اعضا کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار گرفت. و رئیس ارتش آمریکا میگوید تا هر زمانی که لازم باشد از اوکراین حمایت میکنیم. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آموج نیوز خوش آمدید. منابع در پنجشیر میگویند که اعضای جبهه مقاومت در ولسوالی حصه اول این ولایت به یک قرارگاه طالبان حمله کردند. به گفته منابع این حمله ساعت 12 شب گذشته چهارشنبه 25 اکتبر به قرارگاه طالبان در روستای عمرز حصه اول ولایت پنجشیر صورت گرفته است. طالبان در این روستا منزل مارشال محمد قسیم فهیم معاون پیشین ریاست جمهوری را قرارگاه ساختند. منابع به آماج میگویند که نیروهای قرارگاه شعبه جبهه مقاومت در ابتدا از استقامت کوه خانه مارشال فهیم را با راکت ها هدف قرار داده و سپس با سلاح‌های سبک و سنگین با طالبان درگیر شدند. به گفته منابع در این درگیری که برای چند ساعت ادامه داشته احتمالاً به طالبان تلفات وارد شده است. منابع افزودند که اعضای جبهه مقاومت متحمل تلفات نشدند. مسئولان محلی طالبان در پنجشیر تا اکنون در این زمینه چیزی نگفتند. وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد که 324 پناهجوی افغان در یک پرواز اختصاصی از پاکستان به کانادا منتقل شدند. شان فریزر در توییت نوشت تا اکنون 19 پرواز اختصاصی شهروندان افغانستان از پاکستان به کانادا انجام شده است. او افزود کانادا تا اکنون به بیش از 24,000 افغان اسکان داده است. وزیر مهاجرت کانادا همچنین گفت که این کشور به تعهد خود برای اسکان مجدد دست کم 40,000 شهروند افغانستان پابند است و تا تکمیل شدن آن روند انتقال پناهجویان افغان متوقف نخواهد شد. کانادا سال گذشته اعلام کرد که 40,000 شهروند افغانستان را می‌پذیرد. وزیر مهاجرت کانادا به اشاره به رقم افزود که این یکی از بزرگترین تعهدها در جهان است و کانادا به آن افتخار می‌کند. به دنبال برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در امریکا، حزب جمهوری‌خواه این کشور توانست با تفاوت اندک کرسی‌های بیشتر را نسبت به حزب دموکرات به دست بیاورد. اسوسییتد پرس روز چهارشنبه 16 نوامبر گزارش داده است که حزب جمهوری‌خواه در امریکا با به دست آوردن 218 کرسی کنترل مجلس نمایندگان این کشور را در اختیار گرفته است. با این حساب جمهوری‌خواهان می‌توانند برنامه‌های قانونی جو بایدن رئیس جمهور امریکا را متوقف کنند، چون در امریکا لوایح برای مبدل شدن به قانون باید از فیلتر مجلس نمایندگان و مجلس سنای این کشور عبور کرده و با تصویب رئیس جمهور برسد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در بیانیه پیروزی جمهوری خواهان را تبریک گفته و آمادگیش را برای همکاری با آنان ابراز کرده است. پس از گزارش‌ها درباره عقب نشینی نیروهای روسی از شهر خرسون، اکنون امریکا به حمایت از اوکراین تجدید پیمان کرده است. و گزارش رویترز، رهبران ارشد نظامی امریکا روز چهارشنبه 16 نوامبر گفتند که امریکا تا زمانی که لازم باشد از اوکراین در برابر نیروهای متجاوز روسیه حمایت خواهد کرد. لوید آستین، وزیر دفاع و جنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا گفتند اوکراین به مقاومت خود ادامه می‌دهد و قرار نیست که عقب نشینی کند. از سوی دیگر، این مقام‌های آمریکایی تاکید کردند که بحث در مورد چگونگی مذاکره با روسیه و زمان آن به عهده کیو است. لوید آستین و مایلی گفتند که امریکا تا زمانی که نیاز باشد و طول بکشد از اوکراین حمایت خواهد کرد. این در حال است که تنش‌ها میان روسیه و اوکراین در شمار از نقاط هنوز ادامه دارد و همزمان بحث اولویت دهی برای مذاکره نیز مطرح است. گفتنی است که در تازه‌ترین مورد شمار از کشورهای عضو ناتو پس از اصابت 2 موشک روسی به خاک پولند که قلمرو این سازمان محسوب می‌شود واکنش‌های تند داشتند و این حادثه صفحه جدید از درگیری‌ها را محتمل‌تر می‌کند.